آدمی تنهاست که خودشو نداره. و امروز ما تو روانشناسی میگیم مهمترین رابطه‌ای که یک آدم باید داشته باشه نه ازدواجشه، نه رابطش با پدر مادرشه، بلکه رابطش با خودشه. بیشتر آدمایی که مشکلات عدیده‌ای دارن با خودشون تو رابطه نیستن. با خودشون سالهاست کات کردن. با خودشون سالهاست به هم زدن. تازه عکساشون هم گرفتن پاره کردن. و ما امروز اگر اینجا هستیم بعد تمام تلاشمون رو بکنیم تو این شرایط سختی که احساسات و افکار منفی بسیار زیادی تولید میشه، با مهربانی تمام با خودمون روبرو بشیم و به جای اینکه نقش اون آدمه که میاد به عنوان یک سخنران انگیزشی با اون دم گوشمون میگه تو باید قوی‌تر باشی، با خودمون مهربان‌تر باشیم و بگیم این شرایط سخت رو تحمل کردن خودش کار بسیار بزرگیه و به خودمون تبریک بگیم. به جای اینکه دنبال این بگردیم که مقصر کیه، بگیم الان تو این موقعیتی که شاید مقصرش هم من نیستم،